خوبی؟ اومدم در مورد تیغ پدیکور برات صحبت بکنم. آیا منسوخ شده؟ آیا تیغ پدیکور به پوسته اصلی پا آسیب میزنه؟ اگر تو ابزار اصولی و استاندارد با سبک درست و با سواد استفاده کنی که به هیچ عنوان آسیب نمیزنه. این بکنار. تیغ‌هایی مثل تیغ‌های ژیلتی ممنوعه و منسوخ شده. هنگام کار پوسته اصلی پا رو برمی‌داره. تیغ‌های بیستوری یا جراحی تیغ‌هایی بود که عمیق‌تر این کار رو انجام میداد. تیغ‌هاش تعویض میشد و برای هر مشتری یه دونه، ولی چون تیغ‌های تیز و برنده هست و ممکنه موقع کار به پوسته اصلی پا آسیب بزنی و ناخودآگاه اصلا پوسته اصلی پا رو قاطی پوست مرده برداری، بهتره که ازش استفاده نکنی. تیغ‌هایی که امروزه اگر خودتو آپدیت کنی به عنوان یک پدیکوریست کار حرفه‌ای، هیچ وقت آسیب به پوسته اصلی پا نمیزنی. اینها تیغ‌هایی هستش که امروزه در بازار اومده با عنوان کاردک‌هایی که ریموورها رو بردارن با پوسته مرده پا. به هیچ عنوان به پوسته اصلی پا آسیب نمیزنن. در زوایای مختلف و نواحی مختلف پا میتونی ازشون استفاده بکنی و بسیار تیغ‌های خوب یا کاردک‌های خوبی هستن برای پاهای پرپینه، پرحجم و البته که اگه تو پدیکوریست با سواد باشی میدونی که بر هر پایی نمیتونی از این سبک استفاده کنی. امیدوارم مفید بوده باشم. سوال و چالش داشتی کامنت کن.